دوران دفاع مقدس برای ملت ایران اولا یه آبرو شد. این اول یه آبروی شد برای ملت ایران، چون همه فهمیدند، همه دانستند که یک جبهه‌ای تشکیل شد از همه عناصر مؤثر در نظامیگری در دنیا. غیر از اینه؟ آمریکا بود، اروپا بود، مجموعه ناتو که بودن با همه جوانبشون، مجموعه ورشو بود، مرتجعین منطقه و پولهای دلارهای نفتی و اینا همه دست به دست هم دادن، یه جبهه‌ای رو تشکیل دادن و این جبهه فشار آورد برای اینکه نظام اسلامی را، جمهوری اسلامی را اولا تضعیف کنه، ثانیاً بی‌آبرو کنه، ثالثاً دچار مشکلات داخلی کنه و در نهایت اگر بتوانه به فروپاشی برسونه. هدف اینا بود. جمهوری اسلامی با کمبود امکانات، با کمبود تجهیزات و اختلالات فراوانی که ناشی از اوضاع انقلاب و اینا بود دیگه، ایستاد در مقابل این جبهه عظیم. 8 سال اونا خودشونو کشتن که بتوانند این اهداف و مقاصد خبیث رو نسبت به جمهوری اسلامی محقق کنند و نتوانستن. آخر دست از پا درازتر خودشون عقب نشستن و جمهوری اسلامی سربلند از این میدان خارج شد. خیلی ها در دنیا گرایش به اسلام پیدا کردن به خاطر دفاع ملت ایران. خیلی ها در دنیا گرایش به تشیع پیدا کردن در دنیای اسلام به خاطر اون دفاع. خیلی از شخصیت‌های اثرگذار و ذهن‌های فعال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعتقاد جازم به دفاع مقتدرانه با دست خالی پیدا کردن که قبل از اون چنین اعتقادی نداشتن. با نگاه به 8 سال دفاع مقدس تجربه گرفتند. دیدن عجب، میتوان با تنگناها و فشارها و دستهای خالی و نداشتن پول و نداشتن سلاح و مشکلات فراوان دیگه با عزم راسخ و توکل به خدای متعال میتوان ایستاد در مقابل زورگویی و توقعات بیجای کسانی که همه اینا رو دارن، هم پول دارن، هم زور دارن، هم سلاح دارن، هم قدرت تبلیغات دارن. اینو تجربه کردن خیلی از ذهنها در دنیا، فرا گرفتن این حقیقت رو.